میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتونه تا 4 سوال جواب نکرد. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیما افنا، خدا میپرسش چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر، این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکون انکدوت نیست. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را، کود در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینا را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگارا خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. لایکی